به نام خدا. تنگه بوسفور یکی از مهمترین تنگه‌های استراتژیک خاورمیانه و جهان میباشد که در کشور ترکیه واقع شده است. این تنگه دریای سیاه را به دریای مرمره و اژه پیوند داده و دو قاره اروپا و آسیا را از همدیگر جدا می‌کند. طول تنگه بوسفور 32 کیلومتر و عرض آن بین 700 تا 3500 متر متغیر است. عمق آن نیز بین 13 تا 110 متر تغییر می‌کند. استانبول بزرگترین و پرجمعیت‌ترین شهر ترکیه در دو سوی این تنگه واقع شده است. این تنگه باریک‌ترین تنگه قابل کشتیرانی در جهان است و مسیر حمل و نقل بین روسیه و دیگر کشورهای حاشیه دریای سیاه با خاورمیانه از این تنگه عبور می‌کند. پل‌های متعددی برای اتصال در دو سوی تنگه به هم بر روی آن ساخته شده که بخش اروپایی و آسیایی ترکیه را به هم پیوند می‌دهد. وجود مکان‌های تفریحی و تاریخی این تنگه را به یکی از مهمترین مناطق